معجزه طراحی داخلی با یه اتاق خواب کوچیکو تو این ویدیو ببین. اگه اتاقت کوچیکه تخت و وسط اتاق نذار. کنار پنجره هم بذاری ممکنه احساس راحتی نکنی. یه کمد خطی هم جواب کل وسایلتو نمیده. پس بیا یه تخت با چارچوب فلزی یا چوبی کنار دیوار بساز. روی اونم با تخته‌های چوبی با فاصله مناسب بپوشون که تشک تختت جریان هوا داشته باشه. حاشیه تختتو لمسه کار کن که حس نرمی و راحتی بهت بده. یه فرو رفتگی سراسری دور تختت ایجاد کن با نور مخفی که کار چند تا پاتختی رو برات انجام بده. یه کلید پریز اضافی هم بذار بالای سرت تا شب و بعد از مطالعه راحت چراغو خاموش کنی. کنار تختت یه کمد تا سقف بذار. قسمت بالش برای لحاف و بالش، پایینش هم لباساتو آویزون کن. درش هم شیشه‌ای باشه. برای داشتن کمد بیشتر هم میتونی یه کنج رو انتخاب کنی با یه رگال چرخشی داخلش که دسترسی خوبی به لباسا میده. باز هم اگه فضا میخوای میتونی 2 تا کشو بزرگ چرخدار زیر تخت داشته باشی برای لباسای دم دستی و قدیمی. برای داشتن یه میز کار هم میتونی از لبه پنجره استفاده کنی و یه میز تحریر با 3 تا کشو داشته باشی. پرده هم حتما کرکره‌ای استفاده کن. اگه تو فکر کتابخونه هم هستی باید بگم میتونی از فضای امتداد میز تحریر استفاده کنی و همه کتاباتو توش جا بدی. حتی تخت سیاه و وایت بورد کنارش میتونی بذاری که برنامه‌هاتو برای توسعه فردی روش بنویسی. اینو یادت باشه که متراژ فضا اصلا مهم نیست. مهم خلاقیت و طراحی داخلی اصولیه که همشو تو این پیج میخوام بهت یاد بدم.